به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دادرکان و خواهرکان گرامی. درس ششم است از سلسله درس‌های تاجیکی برای نوآموزان. شما رسیدین در حرف غ، الفبای زبان تاجیکی، حرف غ. غ کتابی اینش باشد غ کلان و غ خرد. این نماد غ را شما در کتاب ها، مجله ها، روزنامه ها، هفته‌نامه ها میبینید و اینش باشد غ دست‌نویس. این را ما و شما می نویسیم، یعنی در نوشتن استفاده میکنیم در دفترها. اینش باشد غ کلان، اینش باشد غ خرد. خیلی گفته بودیم غ کلان همیشه در اولی جمله می آید و در اسمهای خاص می آید. غ خرد در بین جمله می آید و در بین کلمه ها. غار، غار، غار. غار یک سوراخی که در کوه، سوراخی طبیعی که در کوه جایگیر است، یا طبیعی باشد یا ساخته، یعنی کنده باشند، اون را غار میگویند. یعنی عادتا سوراخی که در تپه و کوه ها است اون را غار میگویند. بعضا سوراخی که در زمین، یعنی به زمین در آمده است، اون را نیز غار میگویند، لیکن کم استفاده میشود. این یعنی فلانی در غار افتید، یعنی در چخوری افتید. فلانی در غار است، انا این رو در نظر دارم، در غار است و در غار بود. یعنی چخوری که به تگ زمین، یعنی پایان کنده شده است، اون را چخوری میگویند. انا این شکل را غار میگویند. خب غیبت، غیبت، غیبت. غیبت گفته درباره کسی صحبت کردن، یعنی از پشت کسی اون را بدگویی کردن یا صفتهای بد اون را ذکر کردن. خب غیبت چخیلی گفتیم، یعنی بدگویی، عیب کسی را در غیب او، در نبودن او گفتن. غلبر، غلبر، غلبر. غلبر ما و شما غیربار به فکر میگوییم یا که غیربار میگوییم. اصل کلمه غیربار غلبر است. غلبر، غلبر برای استفاده آرد و گندم و جوار مکه و هر چیزی که باشد اون را غلبر میکنند. یعنی سنگ و خاشاک و خاک اون از اینجا گذشته میریزد و گندم باشد یا جوار مکه باشد اون تازه میماند. این را غلبر میگویند. خب این بود درس ششم. تا درس های نوبتی، خدا حافظ.